سلام و وقت همگی بخیر. من هم سلام میکنم و امیدوارم فرصت همراهی با کامنت این هفته رو هم داشته باشید. بابک اون 4 میلیون مسکن بود، خب همون که رئیسی وعده‌شو داده بود. خب حالا الان وزیر ارشادش اومده گفته ما پای کار هستیم. ما در برنامه کاری آقای رئیس جمهور در هنگامی که ایشون در معرض رأی مردم قرار گرفتن اعلام 4 میلیون مسکن رو به عنوان ساختش رو به عنوان اولویت دولت اعلام کردیم و الان هم پای این کار هستیم. میگه ما پای کار هستیم، فقط ما این وسط نفهمیدیم ربط بین وزیر ارشاد با مسکن چیه؟ نکته همینه دیگه، وقتی میگه پای کار وایسادیم منظورش اینه. خلاصه خیلی تواضع و فروتنی به خرج داد، عدد خونه‌های ساخته شده رو که نگفت. ما رفتیم سرچ زدیم فهمیدیم 144 تا دونه خونه ساخته. $144 تا از اون 4 میلیون 144 تا اونم بعد 2 سال و نیم. مهم اینه که رئیسی چند تا خونه خراب کرده، اونجا آمار کولاک میکنه. اونجا 4 میلیون چه 3 تا 4 میلیون هم رد کرد، اونجا شهر هم خراب کرده. آمار اون کاری که را دست رئیسی خراب کردن که آمارش به همه وعده‌هاش یه جورایی با رشد منفی مواجهیم. دقیقاً رشد. البته بدونی که این رشد منفی فقط مال ایران نیست دیگه، تو کشورهای دیگه هم رشد منفی زیاده. اونها مگه رئیسی دارن؟ آره نگاه کن، نرخ تورم در امارات به منفی 2.68 رسید. عجب فاجعه‌ای. میدونی این مردم چی الان میکشن تو امارات؟ بابا فاجعه چیه؟ نرخ تورمو داره میگه. نرخ تورم منفی بشه که خوبه. کجاش خوبه؟ ببین الان تو چه مصیبتی مردم امارات گیر کردن. امروز میره گوشت میخره میبینه فردا ارزون تره، فردا بره میخره میبینه پس فردا ارزون تره. الان موندن چجوری خرید کنن، چون هرچی امروز میخرن فردا ارزون تر میشه. تازه آدم باید همیشه بدهکار باشه، تورم بالا باشه، نتونه جنس بخره. از قدیم مگه نگفتن مرد که قرض نداشته باشه اصلا مرد نیست؟ خب بریم 2 تا خبر رو با هم مقایسه کنیم. خبر اول، نورا المطروشی اولین زن فضانورد اماراتی برای اعزام به مأموریت فضایی آماده می شود. حالا بعدی، جمیله علم الهدا، چرا ما به عنوان زن باید مثل مردها زندگی کنیم، درس بخوانیم و کار کنیم؟ این خشونت است. راست میگه دیگه. کسی که پدرش بوفالوی نظامه، کار کردن، درس خوندن، فکر کردن، کلا همه مناسبات انسانی براش سخته. کلا من افکارات اینو بعضا میشنوم احساس میکنم که این از این که در شکل هم شبیه آدمی زاده خیلی تحت فشاره. بهتره بهش بگیم که اگه میشه شانسی یه بار بیا آدم باش، شد خوشت اومد ادامه دادی. نه بابا جون، این دکتر علم الهدا ها، ندیدی چطور انگلیسی صحبت میکرد، چطور انگلیسی سخنرانی میکرد؟ بابا ببین تحصیل کرده است طرف. ببین مهران خیالتو راحت کنم، بیشعوره، تحصیلم کنه تحصیل کرده بیشعوره. در ضمن رابطه این جماعت با تحصیل و علم و دانشگاه مثل جن و بسم الله است. ته خطم که خودت میدونی مدرک تمام کارگزار رژیم کردانیه، یعنی نشستن خونه براشون نوشتن مدارکو. شهرداری رژیم توی اردبیل اومده خدمات شهری ارائه بده. ببینید وسط شهر چه آبخوری ساخته. بشینین نظر نمنده به آبخوری جوره چه شهرداری اردبیل باید واقعا düzden de واقعا توهین ده شهر اردبیل نمنده آخه مثلا واقعا تشکر رو شهرداری اردبیلدن. سا به نظر من خیلی هوشمندانه و دانش بنیانه. چطور؟ اینو برای مردم اردبیل نساخته. این قرار هیئت دولت و بخشی از نماینده های مجلس رژیم بیان بازدید تو اردبیل، مسئله آب خوردن اونا رو حل کرده. تازه این یه فاز 2 داره طرحش که ناهارخوریه، یه آخر دارن میسازن، اون چون تموم نبود رونمایی نکردن. برای سفرهای استانی رئیسی. ولی احتمال اینه که از اونایی که باید تو این آبخوری آب بخوره اینه. از خوزستانی که 18 تا نماینده کلی میتونن رئیس جمهور هم کلاپای کنن، ولی به اندازه یک سال شما زور ندارن. خودت هم میکنی. آره بله. نه بابا تونستی آقای میرکاظمی خودت تونستی عوضش کنی این کار کرد. بله. الان ما سخنرانی جناب عالی که تو مجلس گفتیم من پدر دکتر
سخنرانی شما که تو مجلس گفتی من پدر اینا هستم، من همه اینا را تعیین تکلیف میکنم، ولی الان میگی مثلا من به من ربطی نداره میتونم فلان از اینا. تازه اینو دکتر گفت. بعدش دکتر گفتم به من ربطی نداره. گفتی ما میتونیم مثلا، ولی من محض رضای خدا، ولی تو مجلس خودت آره دیگه حوزه انتخابی دکتر نیست دیگه. منظورش این بود. شما یه قانون کمیسیون اجتماعی بود، اینقدر چکشکاری کردید که تمام نیروهایی که اطراف بودن بهشون بخوره، فقط ما. بله، قبل از نمایش انتخابات هزار تا ادا و اطوار و خم و راست شدن جلوی مردم، جلوی دوربین، و اما وقتی خرشون از پل گذشت اینجوری میشه که ملت دارن حرف میزنن، این خودشون میخارونه و خمیازه میکشه و کشمیش میخوره. و یه نکته بهت بگم حتما در نظر داشته باش، هرگز از سمت جلو به یک گاو، از سمت عقب به یک اسب و از هیچ سمتی به کارگزارهای رژیم نزدیک نشوید، چون تهدید جانی داره. در جریان قیام سال 401 تلویزیون خامنه‌ای یه برنامه درست کرد که مثلا قرار بود برنامه طنز باشه. حالا بعد از گذشت یک سال واکنش‌های بیننده‌های این برنامه رو نسبت به اون ببین. سلام، من زنگ زدم بابت این برنامه پاورقیتون، یعنی خداوکیلی حیث پول که شما دارید خرج میکنید. یعنی واقعا آخه این شبیه کیه؟ شبیه گوریله؟ کی آخه گذاشتید؟ اصلا آدم چندش نچسبه کی آخه خداوکیل؟ ما که خدا رو شکر تلویزیون شما رو نگاه نمیکنیم، همین الان گذاریم اومدیم بزنید ردچین دیدید نشسته. کیه بابا آخه؟ جمع کنید کار. اونجایی که گفت گوریل یه طوری نیشش باز شد، یادم احساس کرد از لحاظ شخصیتی خوشش اومده، دوباره این تشکر کنه از طرف. ببین مهران، هر برنامه تلویزیونی مخاطب خودشو داره و نظرات منفی مثبت حولش هست. تو یه نظر منفی گفتی، خب یه نظر مثبت هم بشنویم که اینو ببینیم. این نظر درباره همین برنامه، درباره همین برنامه و همین مجری. شبکه 2 یک برنامه میذاره به نام برنامه پاورقی، یک مجری مزخرفی هم اونجا آورده، فقط احساسات مردم رو دارن چی میکنن. من 2 تا بچه تو خونه دارم، جلوی اینا رو نمیتونم آقا نگه دارم، انقدر با این آخوندا با این نظام بچه به فروش میدن. خواهشاً این برنامه‌ها رو که مردم رو تحریک میکنن جمع کنین دیگه بابا. این الان مثبت بود؟ بله دیگه، از گوریل برسی به مزخرف پیشرفت مثبت دیگه. در نظر بگی یکی گوریل بوده، تو نظر بعدی گفتن مزخرف. خیلی پیشرفت از نظر من. نوبتی هم باشه نوبت خمینی دجاله و سوتی بازارش. من خودم ورزشکار نیستم اما ورزشکارا رو دوست دارم. شما نمونه باشید در کشورهای دیگر که شما از جمهوری اسلامی هستید. روزگار ورزش و به قول این ورزکاری ایران از همین نقطه بود که سیاه شد. چیزی که خمینی دوستش داشته باشه آخر عاقبتش معلومه. فقط باید به این خمینی دجال گفت آخه تن لشتو نمیتونستی تکون بدید، یک کلمه ورزشکار هم نمیتونستی یاد بگیری. حالا یکی دیگر هم نگاه کنیم از همین شاهکاراش. خطر دانشگاه از خطر بام خوشه‌ای بالاتر است. چنانچه خطر حوزه‌های علمیه هم از خطر دانشگاه بالاتر است. بام منظورش از بام بمبه؟ ببین حالا ورزش رو میگفتیم که با جن و بسم الله برای تن لش مفخور تو. آخه بم که ابزار کارت بوده، هر روز باهاش کار داشتی. این یکی رو یعنی هم نرفتی یاد بگیری بهش میگی بام. رسیدیم به بخش پایانی و کامنت یک جمله‌ای. معاون سازمان اوقاف رژیم گفته با تحقیق و تفحص مجلس مخالفیم چون مردم فکر میکنند ما دزدیم. میگن چوبو که بلند کنی گربه دزده حساب کار دستش میاد. مصداق این ضرب المثله. از شما بینندگان عزیز به خاطر همراهیتون در کامنت این هفته هم تشکر میکنم. تا دیداری دیگه، خدا نگهدار همه.